سلام دوستان، به چنل فوتبال شو خوش آمدید. امروز میپردازیم به زندگی نامه علی دایی. علی دایی در 1 فروردین 1348 به دنیا آمده است. بازیکن بازنشسته و مربی فوتبال اهل ایران است. دایی در رده باشگاهی علاوه بر بازی در لیگ ایران سابقه حضور در لیگ‌های قطر، آلمان و امارات را نیز داشته است. محل تحصیل علی دایی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی است. همسر او منال فرخ آذری است. او 2 فرزند دارد. قد او 1.92 سانتیمتر که می شود 6 فوت و 4 اینچ. پست او مهاجم است. او در باشگاه‌های استقلال اردبیل، تاکسیرانی، بانک تجارت، پرسپولیس، السد، آرمینیا بیلفلد، بایرن مونیخ، هرتا برلین، الشباب، سباباتری و سایپا بازی کرده است. او نیز در تیم ملی هم حضور داشته. دوران مربیگری او در تیم‌های سایپا، ایران، پرسپولیس، راهن، سبای قم، نفت تهران بوده است. دایی با زدن 109 گل در 148 بازی بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فوتبال ایران و 3مین گلزن برتر جهان در رده ملی شناخته می شود. دایی به عنوان اولین بازیکن جهان محسوب می شود که بیش از 100 گل ملی به ثمر رسانده است. او در نظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا و برنامه تلویزیونی 90 به ترتیب با کسب 59% و 73% آرای مخاطبان به عنوان بهترین مهاجم تاریخ جام ملت‌های آسیا و بهترین مهاجم بعد از انقلاب 1357 در ایران انتخاب شد. دایی با ثبت 14 گل رکورد بیشترین گلزنی در تمام ادوار جام ملت‌های آسیا را در اختیار دارد. دایی در سال 1385 به عنوان بازیکن مربی باشگاه سایپا پا به عرصه مربیگری گذاشت. او در اسفند 1386 نیز به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگر میخواید اطلاعات فوتبالیت بالا بره، یه سری هم به چنل من بزن. سابسکرایب کانال فوتبالیشو فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.